باورت میشه این ساندویچ ورزشی و رژیمی باشه؟ تقریبا روزی یه بار بهم میگید حالا که خودت داری باشگاه میری بعد باشگاه چی میخوری؟ این ساندویچ های گوشت پروتئینه 420 کالری داره، 60 گرم پروتئین داره و فقط 20 گرم چربی و من برای 7 وعده دارم اینو بهتون آموزش میدم. بریم هم یادش بگیریم. گوشت چرخ کرده رو با پاپریکا، پودر پیاز، پودر سیر، نمک، پیاز رنده شده تفت و میذاریم با هم سرخ بشن و بپزن. از اون طرف تخم مرغا رو با نمک و فلفل توی مقدار کمی روغن زیتون رو میزنیم تا خودشونو بگیرن. برای درست کردن سس ساندویچ ماست یونانی، سس مایونز 0%، سرکه بالزامیک، پاپریکا و سس خردل 0% رو با هم ترکیب میکنیم. حالا تخم مرغای پخته شده رو به گوشت چرخ کردهمون اضافه میکنیم و روش پنیر گودا رژیمی میندازیم و هم میذاریم تا مواد با هم خوب ترکیب شن و بعد سس رو اضافه میکنیم و وقت پیچوندن ساندویچه مقداری از موادمون رو وسط نون پیتا یا تافلون میذاریم و ساندویچمون رو مثل لقمه‌های کوچیک میپیچیم. ساندویچ پروتئینی ما آماده است. بخورید و به دیاکو درود بفرستید.